تشکر جناب مولانا صاحب. بیننده اخیری گفتن که ما نمازهای تحفه به نام تحفه اسلام میخوانیم و هم بعد از نماز مغرب. در هیچ مذهبی، چون گفتم ما حنفی هستیم، در هیچ مذهبی از مذاهب چهارگانه اهل سنت و الجماعت، نه حنفی، نه مالکی، نه شافعی، نه حنبلی، ما نمازی به عنوان نماز تحفه رسول الله صلی الله علیه و سلم نداریم. مطلقاً رسول الله صلی الله علیه و سلم نیازی به نماز ما ندارد. نماز خواندن نه برای رسول الله جایزه، نه برای غیر رسول الله صلی الله علیه و سلم. نماز خواندن برای فرد دیگر جایز نیست. خود این که شما نماز بخوانید به رسول الله هم نماز میخونه، زیرا که بانی این دعوت و این که شما مسلمان هستید همون تلاشای رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اما این که شما نمازی خاص بخوانید به عنوان تحفه رسول الله به این معنی، به این نیت که ثوابش برای رسول الله برسد، چون این چیزی در شریعت اسلامی وجود ندارد. شما برای خودتون نماز بخوانید، قطعا به رسول الله صلی الله علیه و سلم هم نماز هم ثواب خواهد رسید. اما اینکه نیت نماز شما برای رسول الله یا برای هر کسی دیگر باشد، در شریعت اسلامی چون این نمازی به عنوان نماز تحفه رسول جایز نیست. تشکر از شما جناب مولانا.